شراب خانه و میز قمار میخواهد. بنی امیه حمار و خمار میخواهد. بنی امیه فقط مردمان بی‌طرفی به بی‌تفاوتی روزگار میخواهد. بنی امیه فقط شیعیان نادانی فریب خورده و بی اختیار میخواهد. بنی امیه علی را میانه میدان بدون دلدل و بی ذوالفقار میخواهد. بنی امیه امام جماعتی اهل نماز و روزه ولی بی بخار میخواهد. بنی امیه امام و رئیس جامعه را عبا به دوش ولی تاجدار میخواهد. بنی امیه سیاستمدار بی خطری که با یزید بیاید کنار میخواهد. فریب کار و ندانم به کار و سازشکار از این قبیل سیاستمدار میخواهد. بنی امیه فقط آن شریح قاضی را که وقت فتنه بیاید به کار میخواهد. بنی امیه با شهوت و با شکمی نزول خاره و بیبند و بار میخواهد. که هرچه میکشد اسلام از منیت ماست حسین جان به کف و جان نثار میخواهد. که هرچه میکشد اسلام از جهالت ماست علی بصیرت عماروار میخواهد. کسی که ماه بنی هاشم از سقایش حضور در وسط کارزار میخواهد. کسی که ماه بنی هاشم از سربندش سپاه هرمله را تار و مار میخواهد. کسی که ماه بنی هاشم از مهتابش لبان تشنه دل بیقرار میخواهد. در انتظار نشستی در انتظار بیز هنوز حضرت معشوق یار میخواهد.